بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آزمونتون رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. بریم با هم دیگه سوالات بخش زیست شناسی آزمون دوم شبیه ساز رو بررسی کنیم. سوال 56 که سوال اولمون هست تو بخش زیست شناسی در رابطه با آوندها در واقع اومده صحبت کرده. میگه کدام مورد درباره انتقال مواد در گیاهان آونددار نادرست؟ خب قبل از اینکه اصلا بریم سراغ گزینه ها رو بخوایم بخونیم، من توضیحی در واقع چند تا نکته بخوام بگم. ما اگه خاطرتون باشه گفتیم یکی از آوندهایی که در واقع راجعش صحبت کردیم آوند چوبی بود، یه دونه هم آوند آبکش. خب آوند چوبی گفتیم اولا که اینا یاخته های مردن، یه سری یاخته مردن که دیواره چوبی شده شون باقی مونده. کارشون چی بود؟ کارشون اینا انتقال شیره خام بود. شیره خام میدونیم از ریشه در واقع میومد میرفت در واقع به سایر اندام ها. اما آوند آبکش یاخته مرده نبود، یاخته زنده بود که حالا هستش رو از دست داده بود ولی سیتوپلاسم داشت. و یه نکته دیگه ای که راجع به آوندهای آبکش گفتیم این بود که دیواره ارضی این در واقع آوندها، این یاخته ها، صفحه آبکشی داره. خب و کار این هم انتقال شیره پرورده بود. خب بریم حالا با توجه به این دیتاهایی که دادیم گزینه ها رو بخونیم. گزینه اول میگه آوندهای چوبی آب و مواد معدنی رو از ریشه به برگ منتقل میکنن که درسته. ببینید بچه‌ها حواستون باشه گفته کدام گزینه نادرست. دنبال گزینه غلطی. آب و مواد معدنی منظورش همون شیره خام هستش که میگه از ریشه طبعا به سایر اندام ها منتقل میشه. گزینه دو میگه آوندهای آبکشی مواد فتوسنتزی را از برگ به سایر اندام ها میبرن. درسته، کار آوند آبکش این بود که شیره پرورده رو از اندام هایی که فتوسنتز میکنن ببره به سایر قسمت های گیاه. گزینه سه میگه دیواره آوندهای آبکشی دارای حلقه های چوبی برای استحکام. غلطه. اگه در واقع این حلقه های چوبی یا دیواره چوبی شده رو ما برای آوند چوبی گفتیم. و گزینه چهار میگه خروج بخار آب از روزنه ها به حرکت شیره خام کمک میکنه. درسته، تعرق یکی از در واقع عواملی بود که به حرکت شیره خام کمک میکرد که این هم در واقع درسته. در نتیجه جواب سوال ما گزینه سه هستشون در واقع گفته کدام عبارت نادرست. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 57 باز هم در رابطه با شیره پرورده. میگه کدام مورد درباره شیره پرورده در گیاهان صحیح نیست؟ حواسمون باشه باز گفته صحیح نیست. گزینه اول میگه شیره پرورده حاوی مواد عالی ساخته شده در فرآیند فتوسنتز، عمدتاً هم شامل کربوهیدرات هاست. کاملا صحیحه دیگه. ما گفتیم شیره پرورده توی اندام های فتوسنتز کننده ساخته میشه. خب محصول در واقع فرآیند فتوسنتز هم ما میدونیم که عمده ترین محصولش خب گلوکوز هستش به همراه اکسیژن دیگه. پس این عبارت صحیحی هستش. گزینه دو میگه این شیره از طریق آوندهای آبکشی که دیوارهای سوراخ‌دار دارن در سراسر گیاه منتقل میشه. این هم عبارت صحیحی هست. وظیفه انتقال در واقع شیره پرورده به عهده آوندهای آبکشیه که تو سوال قبلی نکتهش رو گفتم که گفتیم در واقع این دیواره ارضیشون به چه صورت هست. و گزینه سه میگه شیره پرورده فقط تو برگ‌های گیاه یافت میشه و دیگر اندام‌ها منتقل نمیشه. این عبارت غلطه بچه‌ها. باز هم نکتهش رو گفتیم دیگه. گفتیم توی اندام‌های فتوسنتز کننده درسته که ساخته میشه، اما اصلا وظیفه آوندهای آبکشی این هستش که اون رو به در واقع سایر قسمت‌های گیاه انتقال بده. پس جواب سوال اون همین گزینه 3. حالا گزینه 4 رو هم با هم دیگه بخونیم. میگه یافته‌های غیر فتوسنتزی گیاه مواد مغذی مورد نیازشون هم از شیره پرورده تامین می‌کنن که این هم عبارت کاملا صحیحی هستش. در نتیجه عبارت سوم یا گزینه 3 جواب سوال ما. بریم سراغ سوال 58. میگه کدام مورد درباره سازوکار حرکت شیره خام در گیاهان صحیح نیست؟ نیروی مکشی ناشی از تعرق باز هم گفته صحیح نیست بچه‌ها، حواستون باشه. در رابطه با شیره خام ولی این بار داره صحبت میکنه. میگه نیروی مکشی ناشی از تعرق میتونه باعث ایجاد فشار منفی تا حدود 30 اتمسفر در آوند چوبی بشه. خب ببین اصلا قبل از اینکه اینا رو بخونیم بچه‌ها 3 عامل رو ما گفتیم
که در حرکت شیره خام در آونده چوبی نقش دارن. این سه تا چی هن؟ اولی که بچه‌ها یکی فشار ریشه‌ای بود، یکی اون نیرو یا فشار ناشی از تعرق بود و سومی هم در واقع یه نیروی چسبندگی بود که بین مولکول‌های آب وجود داشت. این سه عامل مؤثر بودن در حرکت شیره خام در سراسرگی. حالا بریم گزینه‌ها رو بخونیم. گزینه یک که میگه نیروی مکشی ناشی از تعرق میتونه باعث ایجاد یک فشار منفی تا حدود 30 اتمسفر در آونده چوبی بشه. خب این عبارت صحیحی هستش. بعدی میگه پیوندهای هیدروژنی بین مولکول‌های آب چسبندگی نقش کلیدی در حفظ پیوستگی داره. این هم عبارت درستیه دیگه بچه‌ها. ببینید داره به این مورد سومی که ما اینجا گفتیم اشاره میکنه، اولی هم که تعرق گفته. سومی میگه فشار ریشه ناشی از اختلاف پتانسیل اسموزی تنها عامل کافی برای حرکت شیره خام به ارتفاع بیش از 10 متر. این غلطه بچه‌ها دیگه. همین الان با توجه به توضیحاتی که من بهتون دادم این عبارت غلطیه. و مورد چهارم میگه کشش سطحی آب در آوندهایی با قطر میکرومتری میتواند تا حدود 15 اتمسفر فشار منفی ایجاد بکند که این هم حالا عبارت صحیح هستش، هرچند شاید در سطح اطلاعات کتاب نباشه، اما خب عبارت سوممون به طور واضحی غلطه و ما گزینه 3 رو به عنوان گزینه صحیحمون میدونیم. و سوال پنجم بچه یک سوال تحلیلیه. یه سبک سوالاتی هستش که توی سوال آزمون تیزوشان زیاد میاد. حالا من دوست داشتم با یه نمونه شما توی این آزمون آشنا بشید. 2 تا عبارت رو به شما میدن و با توجه به اون عبارات از شما یه سری سوالات میپرسن. ممکنه یه سری عبارت‌های درست رو تو گزینه‌ها بذارن ولی ارتباطی با این 2 تا جمله نداشته باشه. شما باید حواستون باشه با توجه به این 2 تا جمله‌ای که در واقع صورت سوال به شما گفته به در واقع سوال پاسخ بدید. اولا که گفته کدوم درست. خب تو تا جمله‌مون رو بخونیم. میگه گیاهان نقش مهمی در تثبیت نیتروژن در خاک دارن و اون رو برای استفاده سایر گیاهان تبدیل میکنن. داره تثبیت نیتروژن رو صحبت میکنه. مورد بعدی میگه بعضی باکتری‌ها توانایی تثبیت نیتروژن رو دارن و در ریشه‌های گیاهان زندگی میکنن. خب ببینید واضحاً یه ارتباطی بین این 2 تا وجود داره دیگه. یعنی هر 2 تا دارن راجع به تثبیت نیتروژن صحبت میکنن. خب بریم گزینه ها رو حالا بخونیم. گزینه 1 میگه هر دو نشون میده که گیاه و باکتری در یک سیستم همکاری میکنه تا نیتروژن تو خاک تثبیت بشه. خب عبارت بی ربطی نیست این بچه‌ها. یعنی هم داره به همکاریشون اشاره میکنه، هم به اینکه این 2 تا عبارت به هم دیگه ربط دارن اشاره کرده، هم به تثبیت نیتروژن اشاره کرده. فعلا نگهش می‌داریم تا بقیه گزینه‌ها رو بخونیم. تو سوالای تحلیل بچه‌ها باید همه گزینه‌ها رو بخونیم، شاید گزینه بهتری وجود داشته باشه. دومی میگه نقش گیاهان در تثبیت نیتروژن خاک بیشتره. هیچ کجای این 2 تا جمله راجع به اینکه نقش کدومشون پررنگ‌تره صحبت نکرده. پس این عبارت نمیتونه عبارت درستی باشه. سومی میگه این 2 تا پدیده نشون میده که نیتروژن تنها در خاک موجوده و ربطی به گیاه و باکتری نداره، که این اصلا غلطه. واضحا ارتباط داره به گیاه و باکتری، اینکه فقط تو خاک هم اصلا توی صورت سوال گفته نشده. چهارمی میگه این 2 پدیده هیچ ارتباطی ندارن، که همین اصلا کارش رو غلط میکنه. ما میدونیم که ارتباط واضحی بین این 2 تا وجود داره، چون گیاهان و باکتری ها در سیستم تثبیت نیتروژن تفاوت دارن. نه، این عبارت غلطیه بچه‌ها و بهترین گزینه در این سوال گزینه اولمون هستش که جواب سوالمون هم هست. و اما سوال آخر، کدام جمله درباره ویروس ها درسته؟ بچه‌ها من یه جمله در رابطه با ویروس ها همیشه بهش تاکید داریم که اولین جمله‌ای هست که در مبحث ویروس همیشه میگیم ویروس ها چند تا چیز میگیم. یک میگیم اولا که سلول نیستند. حواستون به این نکته باشه. ساختارشون خب خیلی ساده است. انگل اجباری ان. و مهمتری که سومی هست، خارج از بدن جانداران اینا زنده نیستن، حیات ندارند. خب با توجه به این 3 تا نکته در رابطه با ویروس ها بریم که در واقع سوال بخونیم. سوال در واقع گزینه درست رو از ما خواسته، عبارت درست رو میگه ویروس ها برای تکثیر به سلول میزبان نیاز دارن. درسته.
دو میگه ویروس ها جزو ساده ترین سلول ها هستن. غلطه بچه‌ها. ببینید لفظ سلول رو برای ویروس استفاده کرده که این در واقع گزینه رو غلط میکنه برای ما. آنتی بیوتیک میتونه ویروس رو از بین ببره؟ نه بچه‌ها، آنتی بیوتیک فقط رو ساختار باکتری ها تاثیر گذاره، رو ساختار ویروس ها هیچ تأثیری نداره. یه سوال اینجا مطرح میشه که آقا اگه آنتی بیوتیک ها روی ویروس ها تاثیر ندارن، چرا وقتی ما سرما میخوریم آنتی بیوتیک میخوریم به عنوان دارو؟ اینو میتونید بهش فکر کنید و سر کلاس جوابش رو من بگید. و چهارمی هم ویروس ها در خارج از بدن میزبان رشد میکنن. اینم غلطه بچه‌ها. ما گفتیم دیگه خارج از بدن جانداران ویروس ها زنده نیستن، حیات براشون تعریف نمیشه و گزینه صحیح گزینه 1 هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.